السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من از تاجیکستان بنده خوب هستم. میخوام پیام خود را برای شما برسانم و گفتنی هستم که سوالات دارم که در مسئله حجاب. وقتی که این زنهای تاجیکستان حجاب را برای خود فرض نمی شمارند و میدانند که این لباس عرب است، وقتی که فوت میشن بالای سراجهایشان این لباس های ملی را میمانند، نمیدانند که این لباسی خاطر یا این حجاب برای مرده آنها یا برای زنده هاشان. فقط آنها بالای سراجه میپوشند. این باید که خلق بداند که آن زن هست که بر حجاب است، لیکن آنها فاحشه هستند و بی حجاب هستند و عریان هستند. میخوام برای این یک برنامه تشکیل کرده باشید و برای زنهای بدبختی که از حجاب دور هستند و حجاب را نمیشمارند برای آن بفهمانید. آنها یک دلیل دارند که یک زنی فاحشه‌ای که وقتی که کمونیست ها تاجیکستان آمده گرفتند، همه وقتی خطرشان را این پرنجیشان را پرافتند، آن زن را مادری خود و قهرمان میشمارند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم. من از خودم خودم خداوند من از خودم. من می‌خواستم فکر خودم را درباره این حالت‌هایی که در تاجیکستان شده ایستاده بیان نمایم. حاضر بسیار برآمدها شده است درباره حالت تاجیکستان، مردم تاجیک. من می‌خواستم فکر خودم را بیان نمایم. خیلی یک حدیث در حدیثی از پیامبر ما یک حدیث هست که در دور پیامبر پیامبر ما به نزد مردم طایف رفته برای دعوت رفتند. اون در آنجا سنچار شدند. اون کس سنچار شده بسیار زحمت کشیدند. همان وقت جبریل نزدشان آمده گفتند که مردم را چطور عذاب دهند. اون کس پیغمبر صلی الله علیه و سلم عذاب مردم را نخواستند و از الله خواستند که همان یک که قوت یک کمبودی من همین است که من اینها را دعوت کردن نتانستم. این را کمبودی خودشان شمردند. بنابراین من در این لطفا آمده ایستادم که این کمبودی هر یک مردم خودی دعوتی مردم تاجیک است. ما هر یک خلاصه برآورده کمبودی خودمان را بایستی که کمبودی خودمان را کشتکار کنیم. در کدام حالت ما کدام راه کمبودی کار کردیم. همین پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم آدمایی حدیث شفاعتون فتنی دهها همین اونها برای ما عبرت باشند و ما از اونها عبرت بیشتر برای راه اونها رفتن نمونه شده است. اونها نمونه هستند و ما راه اونها را انتخاب کرده همیشه بایستی بیشتر در کارخانه بسیار مردم تاجیک خلق تاجیک گمراه هستند، چون که همین بسیار مردمی که نماینده های دین که اونها خلق مردم آنها باوری کرده ایستادند گمراه شده ایستادند. همین خلق مردم تاجیک گمراه هم با آنها نماینده های دین باوری کرده به خلق تاجیک گمراه شده ایستادند، چون که آنها فتنه دنیا فرسته شدند. تو فتنه دنیا فرسته شده ایستاده خلق را گمراه کرده ایستادند، چون که حقیقت را دیده ایستاده حقیقت را به مردم فهمانده دادن نتوانسته ایستادند.